سلام به رفقای دوست داشتنی. آقا امروز ما مچ رو استارت کردیم تو رنک 14400 خورده اینا، نفر 8700 لیدر بود. من فکر کنم آقا پینگ ما یه والبنگ زدیم، دیدیم چند ثانیه بعدش کیل شد انمی. گفتم که آقا حتما نگاه کردم دیدم پینگ 160 خورده ایه و 1-3 هم جمع کردم اون دستو کردم. فکر کردم 4 نفرن، نتونستم بمبو دف کنم، یکم دیر شد. ببینید همین الان هم دارید میبینید این صحنه بود الان اومد. واقعا پینگ تاثیر داره، واقعا بدون پینگ نمیشه، مخصوصا حالا تو هارپوینت که بازی خیلی ترای هارد هستش. امیدوارم اسنایپ هستم یکم دیر ریج میشد، ولی به هر حال میس ندی زیاد، میتونی یه کارایی بکنی با پینگ هم 70-80. ولی دیگه 150-162 ببین اینجا با پینگ 600 خورد، 162 این والبنگ خورد. فکر کردم یه نفر دیگه مونده، رفتم دور بزنم کاور بگیرم که متاسفانه سر اون کلا رفت. آقا میخواستم راجع به دیر بلو اسکرین یه ویدیو بسازم، اگه موافقید بگید راجع به اونم میسازم که دیگه این قضیه پینگ پیش اومد، گفتم بذاریم ویدیو رو بذارم در مورد هم دیگه پلی دادن تو رنک بالا با پینگ مثبت 130. آقا اگه این دسته ویدیوها رو دوست دارید، علاقه دارید، حتما برام کامنت بذارید چه دیه شما علاقه دارید بهش من بیشتر پلی بدم. یه دیگه هم از مال گردونه اون گاندام بود، عین همینه، حالا بعضی اون جذاب‌تر هست، اونو هم براتون میذارم ویدیوشو. اسنایپر اپیک شوکینگ بولت هم براتون میذارم، احتمالا ویدیو بیشتری. اسنایپر بسیار با ویدیو بالایی داره، ADS سریع داره. حالا این مچ رو با هم ببینیم. این یاروی رندوم کار در آوردم، این دست بازی 1-1 شد. جبران دست قبل بود. دیگه بلو اسکرین رو کنار این کارتان گذاشتم با اسکین شپرد میتیک. اینم بگم خدمتتون که بچه ها این دیل واقعا کلن کیل گرفتن باشه لذت خاصی داره، نمیدونم. ببینید چقدر دیر ریج میشه. یکی دیگه هم اینجا فکر کنم دوباره پشت هد گیری شد. نه ببینید دیر کیل میشن اینا. حالا هر کس میره لیدر بورد تا پینگ 40 داره، نه اینجوری نیست. خیلی وقتا واقعا در شرایط سخت پلیر رو تلاش میکنه. اینو که دیگه خودتون دارید میبینید. من دارم با پینگ 130 دارم پلیر. اینجا رو این فینیشش رو نتونستم بگیرم، حیف شد. 4 تا کیل. آقا این پینگ هم درست بشه، بتونم تیرها ریج بشه رو انیمی، بتونیم یه بازی جذاب رو به نمایش بذاریم. چون اینجوری تا حدودی امیدم از آدم گرفته میشه، بخوای آدم استاف میکنه پینگ 140-160 مجدد به دیگرهایی که خب واقعا پینگشون بهتر از بود. حالا اگه شد پینگ یه خورده بهتر و پینگ بهتری بیاد پلی بدم، حتما براتون ویدیوشو میذارم. و اینکه آقا این هم باز فینیش نشد، یادمون زدش. و اینکه ناامید نشید، اگه یه ذره پینگ بالاست پلی بدید، میشه یه کاری کرد. اون رنگ هم 8000 راشید 14400 نزدیک 14500 نفر 8000 خورده هم لیدر برد. اصلا ناامید نشید، پلی بدید. میبینید که من پدگیریشو دارم هدشات میکنم، هدگیریشو دارم میزنم با این پینگ.
ریز نمیشه. این دیل بلو اسکرین همیشه حالا اغلب اوقات دست پلیرایی بوده که پلیرای تو سرور خودشون مطرح و شناخته شده ای بوده، پلیرایی که ترسی ندارن از راش دادن، دست اون پلیرها بوده. حالا ما پلیرای معمولی هم، من معمولی هم گفتم بیام آقا برش دارم امتحان کنم. دو سه نفر از پلیرها خوب دیدم تو سرور خودمون، اهمیت ندادم و بهش گفتم خدا ولش کن، حالا فعلا منم دارم مدت هاست بده میدم باش، گفتم ولش کن، کلیپی گذاشته یا روی دوتا شاتی زدن باش. ولی دیدم نه، تعدادشون بالاست پلیرای دیدر بردی که از این اسنایپری که نامدار استفاده میکنه. منم گفتم ما ولش داریم و واقعا هم و جالب من این ویدیو رو براتون گذاشتم. کیل هایی که باش گرفتم همه دیدنیه، همه جالبه، همه قابل تفکره. ویدیو نورمون هم ایرانی نیست، یکیشون ایرانی باشه. سولو استارت میکنم بچه ها، یعنی زیاد چندان باوری ندارم که بخوای بار تو رنگ بندازی رو دوشه. اسکوات تکی خیلی دنیره خوبی هستن که تکی نچو درحال استارت میکنم. این ویدیو قبلی که براتون گذاشتم تکی بودم 100 میلیون، آره اونم سولو بودم جلو اسکواد عرب. حتما برید ببینید ویدیو قبلی با اسنایپ همین پیک شوتینگ بولد دیری من رایفل گذاشتم، اونم برید ببینید. 14 تا کیل زدم باهاش، 4 کیل آخر بازی. اونجا پینگم خوب، دابل کیل، یکی دو تا دابل کیل داشتم، 4 تک داشتم. برید ببینید، استفاده کنید. بازی باحالی بود. بازی رو من حالا برای همین آپلودش کردم. برید از این ویدیو بدید اونجا یه کامنت چیزی هم بذارید. بعد اگه که تا اینجا ویدیو رو دیدید هفته و نیم میشه، بگید که دوست دارید با چه اسنایپی دست بار بعدی براتون ویدیو رو بار بعدی دوست دارید که با چه اسنایپی بیام گیم پلی بذارم و تو چنل بمونه. چون نایف این کاتانا بسیار محبوبیه، ولی حیف که من زیاد باش خب میدونی یه چیزی مثلا کارامید فولینک نایف برای من خوشدست‌تره، ولی باز از این نایفا برات میذارم چون یه تم خاصی داره حرکتش، یه جذابیتی داره. اینجا آقا مقصر من بودم، نه پینگی بود چیزی مشکل داشت، مقصر من بودم. شات اول با اسنایپ نزنی دیگه مقصری، اسنایپر شات اول نزد به هدف دیگه هر من رو گلی کنی. کاسه دمونی که یارو فکر کنم این مچ هم یه ذره بزنی جلو. این مچ آره بازی کنچور شد، اصلا کامبک زدیم خورده بزنم جلو. بچه ویدیوهای رنگ میخوام بذارم، سیکسان SMG فوق العاده کارآمدیه توی بازی های مخصوصا حساس تو رنگ بالا به کارتون میاد. این SMG مخصوصا با خیشار 12 تایی این براتون میذارم، استفاده کنید بچینید و بعدم بگید بهم که مثلا اتچی که بهتون دادم چطور بود. این 10 کیلو بگیریم تو این بازی دیگه، حیف دو رقمی نشید. اینجا کیلو زدم و اینجا کیل شدم، بکم تو دمیج شد. یه اختیم داریم تو بازی.
باز اینجا رو چیز کردیم، بازی کردیم 4 بازی اساسی بود. این که منم پینگم نبود که بشه اعتماد کرد. بازم بازی وین شد با 10 تا کی. حالا اتچمنت این چیزا رو براتون میذارم، اتچمنت دیگه اسکرین و اتچمنت های دیگه هم براتون میذارم. یه اتچمنت های مال خودم نیست، مثلا حالا به دوستان گفته باشن هر چیزی اونم میگم که مثلا این رنکم 14558 یعنی شد دارم با این وین